حتما شما هم با صف‌های طولانی پمپ بنزین و خبرهای مصرف بالای سوخت حسابی درگیرید، نه؟ قصه های آشنای هر روز ماست. ولی تا حالا از خودمون پرسیدیم که پشت این بنزین که ظاهراً ارزونه واقعاً چه هزینه پنهانی برای هممون داره؟ امروز می‌خوایم با هم دقیقاً همین موضوع رو بشکافیم. 120 میلیون لیتر. فقط تصور کنید. این عدد میدونید فقط یه عدد بزرگ روی کاغذ نیست. این میزان مصرف بنزین ما فقط و فقط توی یک روزه. یه رکورد تاریخی که واقعاً زنگ خطر رو به صدا در میاره. اما جالبه بدونید که این فقط نوک کوه یخه. داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. خب هممون وقتی میریم پمپ بنزین یه قیمتی رو روی نمایشگر میبینیم، درسته؟ ولی هزینه واقعی، اون قیمتی که همه ما، تاکید میکنم همه ما، چه اونایی که ماشین دارن چه اونایی که ندارن، داریم پرداخت میکنیم چیه؟ بیایید با همین معما رو حل کنیم. خب بریم سراغ بخش اول. اول از همه بیایید ببینیم ابعاد این مشکل واقعاً چقدر بزرگه. ببینید آمارها واقعاً تکون دهنده است. مصرف روزانمون از 120 میلیون لیتر هم گذشته. رشد مصرفمون 2 تا 3 برابر میانگین جهانیه و نتیجه یه اتفاق باور نکردنی. ایران، یک کشور نفتی، الان تبدیل شده به وارد کننده بنزین. خب این یعنی چی؟ یعنی یه فشار وحشتناک و مستقیم روی بودجه کشور. خب حالا بریم سراغ بخش دوم، جایی که می‌خوایم به یه افسانه بپردازیم، افسانه بنزین ارزان. سوال اینه، آیا بنزین تو ایران واقعاً ارزونه یا شاید داریم خودمون رو گول میزنیم؟ این اسلاید رو با دقت ببینید چون اصل داستان اینجاست. به این تفاوت عجیب نگاه کنید. قیمتی که ما شما سر پمپ پرداخت می‌کنیم چقدره؟ بین 1500 تا 3000 تومان. اما هزینه واقعی، یعنی هزینه تمام شدهش با احتساب تولید و ارزش صادراتی بالای 25000 تومانه. این اختلاف عظیم، این شکاف بزرگ از کجا میاد؟ خب جواب توی این مفهومه قیمتگذاری دستوری. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد و قیمت رو خیلی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعیش تعیین میکنه. اون فاصله قیمتی همون چیزیه که بهش میگیم یارانه. و این یارانه از کجا میاد؟ از بودجه عمومی. یعنی خیلی ساده از جیب من و شما. پس این پول اصلاً رایگان نیست. خیلی خوب، میرسیم به بخش سوم. حالا که فهمیدیم این پول داره از جیب خودمون میره، سوال مهم اینه که ما دقیقاً چطوری این هزینه رو پرداخت میکنیم. اینجاست که با یک به قول معروف قاتل خاموش آشنا میشیم، تورم. بیاید این زنجیره رو با هم دنبال کنیم. خیلی ساده است. قدم اول، دولت بنزین رو با یه ضرر خیلی سنگین میفروشه. قدم دوم، خب این کار طبیعتاً یک کسری بودجه غول‌پیکر درست میکنه. قدم سوم، حالا دولت برای جبران این کسری چیکار میکنه؟ پول بدون پشتوانه چاپ میکنه. و قدم آخر که هممون باش درگیریم، پول بیشتر توی جامعه، یعنی قدرت خرید کمتر و گرون شدن همه چیز، از نون و پنیر و ماست گرفته تا اجاره خونه. این جمله رو گوش کنید چون کل ماجرا رو توی یک خط خلاصه میکنه. یارانه یک مالیات تورمی پنهانه. شما برای بنزین کمتر پول میدید اما برای نان، اجاره و هر چیز دیگه‌ای بیشتر پرداخت میکنید. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما داریم هزینه رو از این جیبمون برمی‌داریم و میذاریم تو اون یکی جیبمون. میدونید توی علم اقتصاد میگن قیمت‌ها مثل چراغ راهنمایی و رانندگی عمل میکنن. به ما سیگنال میدن. حالا قیمت پایین بنزین چه سیگنالی به ما میده؟ یه چراغ سبز اشتباه که انگار داره میگه راحت باشید، سوخت فراوون و ارزون. خب نتیجهش چی میتونه باشه؟ جز مصرف بی‌روه و اینکه هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نمونه. و اما بخش چهارم که به نظرم یکی از مهمترین بخشای بحث امروزمونه، آیا این یارانه واقعاً عادلانه توزیع میشه؟ بیایید با هم ببینیم کی داره از این سفره بیشترین سود رو میبره. یه نگاه به این نمودار بندازید. خیلی چیزها رو برامون روشن میکنه. دهک‌های ثروتمند جامعه، یعنی همونهایی که ماشین‌های بیشتر و پرمصرف‌تری دارن، چندین برابر دهک‌های فقیرتر از این یارانه بنزین استفاده میکنن. یعنی خیلی صریح بگیم این یارانه بیشتر به جیب ثروتمندان میره. بذارید با یه مثال ساده‌تر بگم که موضوع کاملا جا بیفته. مثال پیتزا. فرض کنید دولت به جای بنزین پیتزای به اصطلاح رایگان پخش میکنه. خب خانواده‌ای که 2 تا ماشین شاسی بلند داره 2 تا پیتزای کامل گیرش میاد. اونی که یه موتورسیکلت داره شاید نصف پیتزا و اون خانواده‌ای که اصلا وسیله نقلیه نداره هیچی نصیبش نمیشه. داستان یارانه بنزین دقیقاً همینه. اما صبر کنید.
داستان یه روی دیگه هم داره. باید از خودمون بپرسیم آیا این مصرف بالا همیشه یه انتخاب شخصیه یا اینکه گاهی وقتا یه اجباره، یه ضرورت تلخ؟ واقعیت اینه که برای میلیون‌ها نفر از هموطنانمون راستش گزینه دیگه‌ای روی میز نیست. وقتی سیستم حمل و نقل عمومی ضعیفه، ناامنه یا اصلا به اندازه کافی وجود نداره، مردم برای رفتن به سر کار، برای انجام کارهای روزمرهشون واقعاً چاره‌ای جز استفاده از ماشین شخصی دارن؟ پس ببینید، این فقط یه مشکل فردی نیست، یه بحران عمیق زیرساختیه. این جمله از یک راننده تاکسی تو تهرانه که به نظرم عمق ماجرا رو نشون میده. میگه ما بنزین زیاد نمیسوزونیم، ما داریم عمرمون رو تو ترافیک میسوزونیم. این فقط بحث هزینه مالی نیست، هزینه زمان، هزینه اعصاب، هزینه کیفیت زندگیه که هر روز داره دود میشه و به هوا میره. خب با این همه چالش که گفتیم، آیا راهی برای خروج از این وضعیت هست؟ یا باید همینطوری ادامه بدیم؟ بریم سراغ بخش پنجم و ببینیم کشورهای دیگه‌ای که مشکلات مشابه ما رو داشتن چه راهی رو رفتن. اینجا چند تا مثال خیلی جالب داریم که میتونیم ازشون یاد بگیریم. کشورهایی مثل اندونزی، عربستان یا مالزی اومدن یه کار متفاوت کردن. به جای اینکه به خود بنزین یارانه بدن، حمایت رو مستقیم بردن به سمت مردم. چطوری؟ مثلا با کمک‌های نقدی هدفمند به اونایی که واقعا نیاز دارن. نتیجهش فوق‌العاده بوده. هم توزیع یارانه عادلانه تر شده و هم مصرف کلی کاهش پیدا کرده. پس می‌بینید نکته کلیدی توی همه این اصلاحات موفق یه تغییر نگاه خیلی ساده اما خیلی اساسیه. باید به آدم‌ها یارانه داد، نه به کالا. یعنی حمایت مستقیم از افراد نیازمند. به جای اینکه سوخت رو برای همه، به خصوص اونایی که خیلی مصرف میکنن، ارزون نگه داریم. حالا فقط برای یک لحظه تصور کنید. این پول هنگفت، این بودجه عظیمی که صرف یارانه بنزین میشه، اگه جای دیگه خرج میشد چی میشد؟ میتونستیم باش سیستم حمل و نقل عمومی رو از این رو به اون رو کنیم. میتونستیم بیمارستان‌ها و مدرسه‌های خیلی بهتری بسازیم. زیرساخت‌های کشور رو تقویت کنیم. فرصت‌های از دست رفته واقعاً بزرگه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، داستان اینه: یارانه بنزین مثل یه جیب سوراخه توی اقتصاد کشور. یه جیب سوراخ که هزینه‌اش رو همه ما بدون استثنا داریم با تورم، با آلودگی هوا و با کیفیت پایین‌تر زندگی پرداخت می‌کنیم. و در نهایت این سوال برای همه ما باقی میمونه که باید بهش فکر کنیم. انتخاب ما چیه؟ بنزین به ظاهر ارزان امروز یا یک اقتصاد سالمتر، هوای پاکتر و زیرساخت‌های بهتر برای فردا؟ این یک انتخاب واقعاً سرنوشت سازه.